با عرض سلام حضور دوستان عزیز، راجع به میگرن میخواستم براتون توضیحات مفصلی بدم از عللش، از تعریفش، از درمانش، از علائمش. سلام، من دکتر حسین ارتخو هستم، فوق تخصص کنترل و درمان درد. ویدیوهای ما رو دوست داشتین حتما سابسکرایب و لایک یادتون نره، حتما شیر هم بفرمایید. این که میگرن یه نوع سردردی هست که جزء سردردهای اولیه هست، یعنی ما علت خاصی براش پیدا نمی‌کنیم، خدا نکرده ناشی از تومور یا ضایعات مغزی نیست و جزء بیماریایی در واقع طبقه بندی میشه که جزء بیماری عصبی عضلانی هست و عصبی عروقی، یعنی یک اتفاقاتی در عصب‌های سر میفته و یک اتفاقاتی در عروق سر میفته. تنگی و گشادی عروق رو ما داریم و همینطور تحریکات عصبی و ترشح مواد شیمیایی یا عدم ترشح مواد شیمیایی به اسم سروتونین و دوپامین، اینا عوامل سردردهای میگرنی هستند. علت اصلی خب سردرد میگرنی معلوم نیست، ولی هر سردرد میگرنی چه علائمی دارد. ما به سردرد میگرنی که اولا گفتیم اولیه باشه، یعنی ناشی از تومور و ضایعات خدای نکرده حاشیه مغز نباشه. ثانیاً این سردردها به صورت ضربانی باشه، یعنی شخص میگه به صورت ضربانی هست در ناحیه سرم، معمولاً یک طرفه هست. سردردها از متوسط تا شدید هست، چون سردردهای میگرنی خفیف نیست که فرد بگه من سردرد دارم کارامو میکنم به زندگی من میرسم. نه، فرد وقتی سردرد داره میره و یه گوشه میخوابه، استراحت میکنه، چون واقعا شدت سردرد بالاست و فرد نمیتونه ادامه فعالیت بده. معمولا تهوع و استفراغ بیماران میگن داریم. به نور و صدا بسیار حساس هستن، یعنی فرد دوست داره بره توی محیط بدون نور و بدون صدا دراز بکشه و استراحت بکنه. معمولا انواع میگرن ها رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، گفته میشه یه سری میگرن هستن که با اورا یا حاله همراه هستن، یعنی فرد قبل از که دچار سردرد بشه یه سری در واقع ضایعات نوررنگی رو در دور چشاش میبینه، میگه چشام داره جرقه میزنه، برق میزنه. ممکنه در ناحیه گوش صداهایی رو بشنوه، در ناحیه بینی ممکنه بوهایی رو حس کنه. به اینا میگن سردرد میگرنی همراه با اورا یا حاله. یه سری سردردهای میگرنی داریم که بدون اوراست، یعنی فرد اصلا میگه من نمیدونم میخوام سردرد بگیرم، ناگهان دچار سردرد میشم. خب تو این جور سردردها ما کارون برای درمان هم یادمون باشه سخت‌تر میشه، چون اگه ما بدونیم که میخوایم سردرد بگیریم به طبع پیشگیریایی میتونیم بکنیم، ولی وقتی ندونیم خب به هر حال تایم از دست میدیم و مستقیما باید بریم سراغ درمان دردهای شدید. یه سردرد هم در خانم‌ها اتفاق میفته دوربر پریودشون، دوربر یائسگیشون، زمان حاملگیشون و زمان تخمک گذاری، که اونم باز به خاطر عدم تعادل استروژن و پروژسترون یعنی هورمون‌های زنانه هست که باز اونم جزء سردردهای میگرنی طبقه بندی میشه. یه سردردی هم داریم که در بچه‌ها دیده میشه که اونم باز بجز علائم سردرد ممکنه بچه به مادرش بگه مامان شکمم درد میکنه و مادر به اشتباه به جای اینکه اینو دکتر به مغز و اعصاب ببره، نوار مغز بگیره و کنترلش بکنه، ممکنه که سر از دکترای گوارش در بیاره و بره برای کولونوسکوپی و آندوسکوپی و بعد سایر موارد. یادمون باشه مثلا اگه بچه‌هاتون تو سن 5 6 7 سالگی، نه تو سن‌های اطفال نوزادان رو من نمیگم، تو سن‌های بزرگتری میگم ما شکم درد داریم، به فکر میگرن هم بد نیست باشید، نه که قطعا میگرن باشه ولی به فکر میگرن باشید. نکته بعدی این هستش که سردردهای میگرنی بدون درمان معمولا 4 تا 72 ساعت طول میکشن تا خوب بشن. پس اگه سردرد میگرنی ما درمان نکنیم، ولش کنیم به امان خدا، معمولا فرد بین 4 تا 72 ساعت متاسفانه دچار مشکل خواهد شد. اگه ویدیوهای من دوست داشتید حتما لایک و شیر و سابسکرایب یادتون نره.